پروردگارم منو از ظلمت و گمراهی به سوی نور راهنمون کرد. الحمدلله تاریکی قلبم پس از هدایتم به نور الهی تبدیل شد. خیلی ها این موضوع رو فراموش میکنن که ما قبل از خواستن بهشت یه چیز مهمتر لازم داریم. ما به رضای الله نیاز داریم و بهشت هدف اصلی ما نیست، بلکه نزدیکی به الله متعال و خوشنودی او هدف ماست. بارلا ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. قرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع. سلام علیکم، من مارک هستم و البته بعد از اینکه اسلام آوردم اسمم رو به عبدالعزیز تغییر دادم. الان 22 سالمه و در شهری به اسم بارائل در نزدیکی شهر لیل در شمال فرانسه زندگی میکنم. مارک در سن 17 سالگی مسلمان میشه و اسمشو به عبدالعزیز تغییر میده. در شهر لیل فرانسه به دیدنش رفتم و در این دیدار با خیلی چیزهای غافلگیری کننده و جالب روبرو شدم. با همون همراه باشید. میخوام از زندگی عبدالعزیز قبل از مسلمون شدنش بدونم. حال روز آدم در تاریکی مطلق چطور میتونه باشه؟ مثل کسی که نمیتونه ببینه، راه میره اما بی مقصده، راه میره اما اصلا نمیدونه الان کجاست. زندگی کفارم همین جوره. اگه بخوام از زمینه‌های مذهبی زندگیم براتون بگم، معمولاً آخر هفته ها و گاهی در طی هفته میرفتم کلیسا و گاهی هم انجیلو میخوندم. یه روز همراه یکی از دوستام سوار موتور بودیم که ناگهان تصادف کردیم و به خیر گذشت. البته واسم واقعا خیر شد. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم و در دوران نقاهت در خونه بودم، موقعیتی برام فراهم شد که به زندگیم فکر کنم و اینکه هدفم از زندگی چیه. این حادثه باعث شد من واقعا به همه اینا فکر کنم. چیزی که منو واقعا به تعجب واداشت اینه که عبدالعزیز با حقیقت اسلام در یک آرایشگاه آشنا شد. حدود 1 ماه بعد از اون حادثه الله سبحان منو هدایت کرد. با دوستام بیرون بودم و اونا میخواستن برن آرایشگاه. رفتیم تو مغازه. اتاق انتظارش تو زیر زمین بود. چند تا مسلمونم بین کسایی که منتظر بودن نشسته بودن و داشتن در مورد حضرت عیسی و موسی از نگاه اسلامی صحبت میکردن، اما از اسم انگلیسی یا فرانسویشون استفاده نمی کردن. به جای جیزز می گفتن عیسی و به جای موسز می گفتن موسی. از اونجایی که منم آدم خیلی کنجکاوی هستم و اگه بخوام چیزی را بدونم اونقدر پرسجو می کنم تا بالاخره موضوع را بفهمم، برای همینم بهشون گفتم که من دقیقاً متوجه نمیشم شما چی میگید، اگه ممکنه بهم بیشتر توضیح بدید. و تا تونستم ازشون سوالات مختلفی پرسیدم.
واسطون گفت؟ بله، تا اونجایی که میدونست بهم گفت، اما معلوماتش زیاد نبود. برای همینم بعد از اینکه مقدار کمی اطلاعات به من داد حرفامونو قطع کردیم. من تعجب کرده بودم راستش، چون اینجا میگن مسلمونا صحرانشین و عقب موندن و منم تا اون موقع فقط همینو شنیده بودم. متوجه میشین چی میگم؟ که مسلمونا ماه رمضان روزه میگیرن، گوشت خوک نمیخورن، ختنه میکنن، زناشون حجاب میپوشن. راستش رو بخواید اینا تنها چیزاییه که اکثر فرانسوی‌ها از اسلام میدونن و منم اون موقع فقط در همین حد میدونستم، چون اون موقع در جهالت به سر میبردم. سوالای من کم کم سخت‌تر شدن و اون برادر دیگه نمیتونست جوابمو بده. گفت دیگه نمیدونم، برو از مسجد بپرس. درست اولین باری که عبدالعزیز به مسجد رفت کلاس تفسیر قرآن در حال برگزاری بود که سخنان امام جماعت مسجد که در حال تفسیر سوره لیل بود تأثیر عمیقی بر قلبش گذاشت. پس اما که بخشش کرده و پرهیز نموده و به نیکی و بهترین عقیده تصدیق کرده، به زودی راه آسانی برایش میسر خواهیم کرد. اما کسی که بخل ورزد و بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک الهی را انکار کند، الله اکبر، الله اکبر. برادرمون عبدالعزیز تا قبل از لحظه ورودش به مسجد فکر می‌کرد که با اسلام غریبه است. قبل از اینکه وارد مسجد شم تصور دیگه ای از مسلمونا در ذهنم بود و من واقعا اون موقع نمیدونستم و البته معلوماتم هم کافی نبود. بعد از اینکه وارد مسجد شدم کاملا همه چی برعکس تصورم بود. واقعا باورم نمیشد. كان المدى أشواك حتى كسه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. اینجا با اولین فرانسوی مسلمان آشنا شدیم. عبدالعزیز گمان میکرد که اسلام فقط واسه عرباست که با یه فرانسوی مسلمان آشنا شد. اسمش مهدی بود. بله. البته اسمش بعد از مسلمون شدنه، نه اسم اصلیش. با تعجب ازش پرسیدم شما اینجا چی کار میکنین؟ گفت من مسلمونم و الانم واسه شرکت در کلاس تفسیر اینجام. گفتم مگه میشه؟ چطوری؟ گفت مگه چیه؟ آدم ممکنه فرانسوی باشه ولی مسلمون باشه، ممکنه انگلیسی باشه و مسلمون باشه، مگه چه اشکالی داره؟ همه چیزو خیلی ساده برام توضیح داد. گفت اونم قبل از مسلمون شدن مسیحی بوده و همه عمرشو در فرانسه بوده. سوالامو به خوبی پاسخ داد و چند کتاب نوشته شیخ احمد دیدات بهم داد. منم که خیلی علاقه داشتم کتابا رو به سرعت خوندم و تموم کردم، مثل کسی که تشنه حقیقته. بله سبحان الله، الله اکبر. چه توصیف زیبایی، گرسنه حقیقت. بله درسته. اون و آقای آرایشگر داشتن سعی می‌کردن که سوره فاتحه رو بهم یاد بدن. من این سوره رو قبلا خونده بودم ولی قبل از اسلام؟ بله قبل از اسلام حفظش کرده بودم. قبل از اسلام نمازم میخوندم. سوره‌ای که بیشترین تأثیر رو روی من گذاشته همون سوره‌ایه که قبل از همه و قبل از شهادتین حفظش کردم. قبل از شهادتین؟ بله. سوره هم تأثیرگذار بوده واسه؟ بله، چون معنای آیه ها واقعا زیباست و رحمت و عظمت الله متعال رو به بندگان یادآوری میکنه. یادمون میاره که او مالک دنیا و پروردگار ما جهانیانه. او رب ماست. رب یعنی پروردگار، کسی که کنترل کل دنیا رو به دست داره. به هر کس که میخواد نعمت میده و از هر کس که میخواد میگیره. من قبل از اینکه
مسلمون بشم مسیحی بودم و در انجیل مسیحی ها به یگانگی خداوند و توحید اشاره شده. مسیحی های کشور من اعتقاد دارند که ابراهیم علیه السلام پدر یکتاپرستانه، او بود که بت‌ها را شکست. برای همینه که آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین به نظر من بهترین آیه است. چه دلیلی داره که بریم از یکی دیگه چیزی بخوایم؟ منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي. با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. چند هفته بعد یه روز مهدی بهم زنگ زد. سلام و احوال پرسی کرد و گفت چی کارا میکنی؟ خوشحال شدم صداتو شنیدم و از این حرفا. در میون حرفاش بهم گفت از اسلام چه تصویری تو ذهنت داری؟ اون موقع دیگه قلباً یه مسلمون بودم و اون موقع نماز میخوندم و میدونستم که اسلام دین حقیقیه، که مهدی برگشت و بهم گفت که اینا خوبه اما باید شهادتینم به زبون بیاری. اون موقع بود که منم بدون هیچ سختی شهادتین رو گفتم. پشت تلفن مهدی لفظ شهادتین رو گفت و منم تکرارش میکردم. چون باور قلبی داشتم گفتنش برام خیلی راحت بود. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و اینطور شد که مسلمون شدم. الله رحمان منو از گمراهی به سوی نور رهنمون کرد. الحمدلله تاریکی و ظلمت قلبم پس از هدایتم پر نور شد. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشي. نمیدونستم چرا در اون لحظه چنان احساس زیبایی سراسر وجود آدمی را فرا میگیره. توصیفش در هیچ کلمه‌ای نمی گنجه. فقط بگم که بعد از سالها احساس آرامش و امنیت خاصی پیدا کردم. الحمدلله. به نظرم دلیل چنین احساس قشنگی فقط در گفتن همین جمله باید باشه. شخصی که شهادت اینو میگه مثل شخص نابینایی میمونه که ناگهان بینا میشه. مگه میشه آدم احساس همچین شخصی رو بتونه بیان کنه؟ كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من. وقتی آدم شهادت اینو میگه انگار کلیدی برای دنیای حق و حقیقت پیدا میکنه. کلیدی به دنیای سعادت. ماشاءالله تبارک الرحمن. عبدالعزیز زبان عربی رو به خوبی فرانسوی صحبت میکنه و به زبانهای ایتالیایی، انگلیسی، عبری و آلمانی تسلط داره. این دلیلی بر آگاهی و ذکاوت عبدالعزیزه که علاقه‌شو به مطالعه و یادگیری به خوبی نشون میده. همونطور که گفتم من آدم کنجکاوی هستم. برای همینم وقتی یه غریبه رو میبینم سعی میکنم سوالای مختلفی در مورد فرهنگش ازش بپرسم.
به خاطر حریص بودنش به یادگیری دین اسلام زبان عربی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن یاد میگیره. ماشاءالله تبارک الله، واقعا شگفت زده شدم. با تازه مسلمانای زیادی در اروپا صحبت کردم و فقط چند تاشون میتونستن عربی صحبت کنن و اکثر اونها حتی بعد از 10 15 یا 20 سال مسلمان بودن زبان عربی رو یاد نگرفتن. اما شما فقط در طی 5 سال کاری کردین که ما امروز به هیچ کس برای ترجمه حرفامون نیاز پیدا نکردیم. ماشاءالله. موضوع فقط زبان نیست، درک و فهمت از معانی و تفاسیر آیات و پیام‌های اونها و مرتبط کردن آیات و احادیث مختلف به همه. دقیقاً چطور تونستی عربی رو یاد بگیری؟ اولا ببینیم زبان عربی اصلا چیه؟ زبان عربی زبان قرآن کریمه. بعد از اینکه مسلمون شدم، همون برادر فرانسوی در طی 4 روز بین نماز مغرب و عشا، بله مهدی، حروف رو کاملا به من یاد داد. یعنی شما تونستی کل حروف عربی رو 4 ساعته یاد بگیری و بله. بعد خوندن آیات رو به زبان عربی شروع کردی و اونقدر کلمات عربی رو مطالعه کردی تا یاد گرفتی. الحمد لله الذي له الحمد لله الذي له بعدش خیلی تلاش کردم، همش قرآن تو یه دستم و کاغذ و قلم تو اون یکی دستم و تو اتاقم بودم. سعی کردم نوشتنم یاد بگیرم. همه تو مسجد تعجب کرده بودن، بهم میگفتن چطور ممکنه که منی که 1 هفته بیشتر نیست مسلمون شدم حالا میتونم بخونم. باورشون نمیشد که میتونم قرآن بخونم. آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. میخوام بدونم آیا به دوستات چیزی از اسلام گفتی یا نه؟ آره الحمدلله، یکی از همکلاسیام تو مدرسه مسلمون شد. مسلمون شد؟ بله. به دست تو؟ بله. چطوری؟ اونم مثل من یه مسیحی بود. یه روز ایرادای دینی که بهش باور داشت و براش توضیح دادم. رو یوتیوب چند تا از ویدیوهای احمد دیدات رو بهش نشون دادم. بعدش شروع کرد ازم سوال پرسیدن. وقتی همه چیز رو براش توضیح دادم الحمدلله اسلام رو پذیرفت و مسلمان شد. چیزی که واضحه اینه که ما داریم اونا رو به سوی حقیقت و اخلاقیات دعوت میکنیم. پس اگه خودمون اخلاق درستی داشته باشیم تأثیر دعوتمون چند برابر میشه. نحوه دعوت ما مهمترین فاکتوره. حتی مادر خودمم که یه مسیحیه الان بین اعتقادات خودش و اسلام دچار تردید شده. هر روز واسش دعا میکنی؟ باش صحبت میکنی؟ مثلا اگه ازش بپرسم مامان بگو ببینم توحید چیه، در جواب توضیح میده که ما فقط یه خدا داریم و بهش شرک نمیورزیم. یا ازش میپرسم طاغوت چیه، جوابمو میده که اینو اینه. بله مادرم اینو میدونه. خیلی از ما غافل میشیم از این نعمت الهی. منظورم نعمت داشتن پدر مادر مسلمونه. از بزرگترین آرزوهای عبدالعزیز به دست آوردن این نعمته. واقعا سخته. برای مثال اگه خدای نکرده یکی زنگ بزنه و بگه برادر عبدالعزیز مادرت فوت شده، در این حالت به عنوان یک کافر از دنیا میره و دیگه نمیتونیم نماز براش بخونیم. نعوذ بالله. اما همه اینا امتحانات الهی هستن و قدرت خداست و خودش اینا رو تعیین میکنه. الله سبحان هر کس رو بخواد هدایت میکنه و هر کس رو نخواد هدایت نمیکنه. من از الله میخوام که پدر و مادرم رو هدایت کنه. از الله سبحان خواهانم که هدایتشون کنه و صالح و سالم و مسلمون بشن و در دنیا و آخرت کنار هم باشید به اذن الله عزوجل. به همه مسلمونا یادآوری میکنم که بهشت زیر پای مادرتونه.
با مادرتون مهربون باشین و بدونین که برادران و خواهران مسلمون من، شما نعمت بزرگی دارین که مادر و پدرتون مسلمونن. عبدالعزیز همیشه لبخند زدن و ترک نمیکنه. عبدالعزیز خوشبخته از زندگی که اسلام بهش هدیه داده و میگه این دنیا دیگه برای من ارزشی نداره. بعد از اینکه مسلمون شدم دیگه فقط بهشت میخوام. قبل از بهشت ما یه چیز مهمتر میخوایم. خیلی ها این موضوع رو فراموش میکنن. ما خوشنودی الله رو میخوایم و رضایت الله رو میخوایم. هدف ما بهشت نیست، هدفمون نزدیکی به اللهه. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کرده اینه که بیشتر جوونا و عرب زبونا زبان عربی فصیح و صحبت نمی کنن و این یک مشکل بزرگه. من دلم میخواد مؤسسه‌ای تخصصی برای آموزش زبان عربی با لهجه اصیل و فصیح عربی باشه تا جوانای عرب که اینجا زندگی میکنن از این آموزشگاه استفاده کنن. البته خیلی هاشون زبان عربی اصیل و بلدن، ولی در مسجد کنار دوستاشون از لهجه های عامیانه استفاده میکنن. این موضوع بسیار مهمیه. همه مسلمونا باید زبان عربی فصیح رو بدونن تا قرآن رو بفهمن. بله، به اذن الله همکارای ما در وبسایت nunquran.com که فعالیت تخصصیش در زمینه مسائل قرآنی تلاش میکنه که کمک‌های در حد توانش رو به اهالی قرآن و اسلام در زمینه دعوت و امور خیریه انجام بده. همه سعیشون رو میکنن که آرزوت رو برآورده کنن به اذن الله عزوجل و در پناه الله. الله حافظ و نگهدارتون باشه. ممنونم شیخ. منم از الله میخوام که در بهشت با هم به اذن باشیم. الله عزوجل. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله
أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب